در این ویدیو نگاه می‌اندازیم به درون و هزینه ساخت 5 مورد از بلندترین آسمانخراش‌های جهان. پنجم، برج لوته، کره جنوبی. در جایگاه پنجمین بلندترین آسمانخراش‌های جهان، برج لوته یا لوت ورلد تاور با ارتفاع 555 متر و 123 طبقه قرار دارد. این برج عظیم در شهر سئول، پایتخت کره جنوبی و در منطقه سنچوندونگ نزدیک رودخانه هان واقع شده است. ساخت این پروژه پس از 13 سال برنامه‌ریزی در اواخر سال 2010 آغاز شد و در ماه مارس 2016 به پایان رسید. فضای داخلی این برج شامل فروشگاه‌های لوکس، اقامتگاه‌های مجلل، دفاتر اداری، هتل 5 ستاره و طبقات عمومی برای بازدید از مناظر سئول است. هزینه ساخت این برج تقریباً 2.46 میلیارد دلار برآورد شده است. چهارم، برج پینگان. در رتبه چهارم برج پینگان قرار دارد که در شهر شنژن چین واقع شده و دارای 115 طبقه و ارتفاع 599 متر است. عملیات ساخت این آسمانخراش در سال 2009 آغاز شد و در سال 2017 به پایان رسید. برج پینگان در ابتدا قرار بود بلندترین برج چین باشد، اما به دلیل حذف آنتن 60 متری آن و دلایل ایمنی هوایی پشت سر برج شانگهای قرار گرفت. این ساختمان شامل دفاتر شرکت‌ها، دفتر مرکزی بیمه پینگان، مرکز خرید، هتل و سکوی تماشای منظره شهر است. هزینه ساخت حدود 1.5 میلیارد دلار. برج ساعت سلطنتی عربستان سعودی در رتبه سوم برج ساعت سلطنتی مکه قرار دارد. این مجموعه بزرگ نمادی از قدرت فرهنگی و مذهبی عربستان است و در نزدیکی خانه خدا و مسجد الحرام ساخته شده است. این برج 601 متر ارتفاع دارد و دارای 120 طبقه است. فضای داخلی آن شامل آپارتمان‌های مسکونی، هتل‌ها، مرکز خرید، نمازخانه، مرکز کنفرانس، موزیم و سکوی دید پانورامایی از مسجد الحرام است. برج ساعت مکه بلندترین برج ساعتدار جهان است و بسیاری از زائران در ماه رمضان از آن برای رصد هلال ماه استفاده می‌کنند. هزینه ساخت آن حدود 15 میلیارد دلار و از گرانترین پروژه‌های ساختمانی تاریخ است. برج شانگهای چین در جایگاه دوم برج شانگهای قرار دارد، بلندترین ساختمان چین و دومین ساختمان مرتفع جهان. این برج با طراحی منحصر به فرد از 9 بخش استوانه‌ای، ارتفاع 632 متر و 126 طبقه دارد. ساخت آن از سال 2008 آغاز شد و در سال 2015 به پایان رسید، اما استفاده عمومی از آن از سال 2016 آغاز گردید. طراحی آن توسط شرکت آمریکایی جنسلر و معمار چینی جونشیائو انجام شده است. داخل برج شامل هتل 320 اتاقه، رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها، دفاتر تجارتی، فروشگاه‌ها و سکوی دید 360 درجه‌ای از شهر است. هزینه ساخت حدود 2.4 میلیارد دلار. برج خلیفه، امارات متحده عربی. و اما در صدر فهرست برج خلیفه قرار دارد. این شاهکار معماری در شهر دبی واقع شده و با ارتفاع 828 متر و 163 طبقه قابل استفاده بلندترین ساختمان جهان است. ساخت آن در سال 2004 آغاز شد و در سال 2010 به پایان رسید. طراحی آن توسط شرکت آمریکایی اسکیدمور اونینگز اند مرل انجام شد و نام برج به افتخار شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان تغییر یافت. برج خلیفه بخشی از پروژه توسعه مرکزی شهر دبی است و شامل 30,000 خانه، 9 هتل لوکس، مراکز خرید، فضای سبز، آبنما، بازار دبی و سریع‌ترین آسانسور جهان با سرعت 18 متر بر ثانیه است. هزینه ساخت حدود 1.5 میلیارد دلار. اگر از این سفر جذاب به قلب آسمانخراش‌های دنیا لذت بردید، حتما ویدیو را لایک کرده و کانالمان را دنبال کنید تا مطالب جالب تری ببینید.